کلافت میکنه وقتی که میخوای دوش بگیری. صبح وقتی به سمت بالا میدی نصف آب از بالا میاد، نصف از پایین میاد. چه کار بکنی؟ صبح به سمت پایین میدی، مخالف عقرب ساعت میچرخونی. اگر باز نشد با یه دستمال یا دستمال کاغذی میز روش با آچار قفلی مخالف عقرب ساعت میچرخونی. آچار فنسر میز زیر سپاه دوش، مهره رو باز میکنید. با یه آلن سایز 12 این قسمت رو باز میکنید. اگر آلن نداشتین از این زیر باز کنید، از بالا با آچار فرانسه جهت عقرب ساعت میچرخونیدش. اینی که باز کردی میبری مسئله ساختمانی همین رو بگیرید. چرا؟ چون از این 3 مدل هستش. سوپاپ دوش نو که تهیه کردی سر بالای دسته رو باز میکنید. روی این سوپاپ دوش نو واشر هست ولی این کار کرده نیست. کجای واشرش؟ واشر این قسمت گیر کرده، با بیجوشی درش میاری. واشر قدیمیش دیگه میذارید کنار. سوپاپ دوش جدید رو میبندید. البته با آچار آلن از پایین سفتش میکنید. اگر نداشتی با یه آچار فرانسه از بالا مخالف عقرب ساعت سفتش میکنید. سر سوپاپ دوش به سمت پایین هست، جهت عقرب ساعت میچرخونید، سفتش میکنید. چی شده هنوز نگاه میکنید؟ تموم شد. قلاقانا زیاد نده.